نوشتن کاربردهای متعددی داره و فقط برای برقراری ارتباط نیست. مثلا یکی از کاربردهاش در کنترل و تخلیه احساساته. اگه از کسی دلخور هستید میتونید براش یک نامه بنویسید و توش احساساتتون رو شرح بدید. البته نیاز نیست خود نامه رو ارسال کنید و بهتره در پایان نوشته رو بندازید دور. اما میبینید که بعد از ثبت احساسات چقدر حالتون بهتر میشه. یک کاربرد دیگه نوشتن که موضوع صحبت الان ماست در نقش یک ابزار مهم کمک آموزشیه. میخوایم بگیم چطور میشه با کمک نوشتن یادگیریمون رو ارتقا بدیم. بریم جلو. اجازه بدین براتون یه داستان تعریف کنم. سالها پیش یک جراح تصمیم گرفت اشتباهات رخ داده در محیط اتاق عمل رو به صورت مکتوب ثبت کنه. اون شروع کرد به ثبت تمام انواع اشتباهات، چه کوچک و چه بزرگ. از همه همکارانش هم خواست این کار رو انجام بدن و این ثبت مکتوب برای سالها ادامه پیدا کرد. اونا بعد از مدتی متوجه یه اتفاق جالب شدن. معلوم شد میزان خطاهای رخ داده به تدریج داره کمتر و کمتر میشه و بعد از مدتی تعداد اشتباهات به 0 نزدیک شد. اونا فهمیدن خود فرایند نوشتن اشتباه باعث میشه آدم نسبت به اون آگاهی پیدا کنه و یک جور یادگیری رخ بده و احتمال بروز مجدد اون اشتباه رو به طور قابل ملاحظه کمتر کنه. این نکته توسط پژوهش‌های زیادی هم تایید شده. نوشتن باعث میشه مطلب در حافظه ما ماندگاری بیشتری داشته باشه و درک مطلبمون هم نسبت به موضوع افزایش قابل توجهی پیدا میکنه. یک مطالعه دیگه هم نشون داده افرادی که از نوشتن برای یادگیری استفاده میکنن هنگام کاربرد عملی از اون موضوع بهتر از دیگران میتونن از مطالب یاد گرفته شده استفاده کنن. یه پژوهش جالب دیگه هم تأثیر یادگیری با روش‌های مختلف رو مقایسه کرده و نشون داده یادگیری با کمک نوشتن در مقایسه با یادگیری با روش روخوانی از روی محتوا تأثیر بیشتری داره. اما چطور از نوشتن برای کمک به یادگیری استفاده کنیم؟ برای این کار روش‌های مختلفی وجود داره که بر اساس نیازتون میتونید از اونها استفاده کنید. برخی افراد وقتی در محیط کلاس درس هستن از مطالب تدریس شده نوت برداری میکنن و این بسیار موثره. اما وقتی در منزل هستیم یا به شکل خودآموز مشغول یادگیری هستیم هم میشه از نوشتن استفاده کرد. یک روشش خلاصه برداریه. شما خلاصه چیزی که یاد گرفتین رو با نکات کلیدیش یادداشت میکنید. روش دیگه اینه که قسمت‌هایی از مبحث رو که به خوبی یاد نگرفتیم رو مینویسیم و سعی میکنیم روی کاغذ اونها رو برای خودمون به زبان ساده شرح بدیم. روش دیگه پرسش و پاسخه که در اون یه جور مباحثه مکتوب با خودمون راه میندازیم و سوالاتی رو در مورد موضوع مطرح میکنیم و پاسخش رو یادداشت میکنیم. یک روش دیگه هم استفاده از نقشه ذهنی یا همون مایند مپه. در این روش مطالب رو دسته‌بندی میکنیم و اینطوری تلاش میکنیم یک ساختار کلی در ذهنمون ایجاد کنیم. مایند مپ معمولاً برای به خاطر سپاری چارچوب یا کلیات مبحث استفاده میشه، هرچند برای جزئیات هم قابل استفاده است. یکی از سوالاتی که زیاد مطرح میشه اینه که نوشتن با قلم بهتره یا تایپ کردن با کیبورد. در این مورد به نظر میرسه نوشتن با خودکار با درگیر کردن بخش‌های متفاوتی از مغز کمک بیشتری به یادگیری میکنه. اما برای مثال من سالهاست خودم رو عادت دادم با کیبورد تایپ کنم و برای یادگیری هم از تایپ کردن استفاده میکنم و کاملا هم راضی هستم. اما شما میتونید روش ترجیحی خودتون رو انتخاب کنید. بعضی افراد میگن سرعت نوشتن در مقایسه با روخوانی کندتره و بنابراین این روش رو انتخاب نمیکنن. اما لطفاً توجه کنید که شما نیاز نیست همه چیز رو بنویسید و ضمناً حتی اگه این کار به وقت بیشتری هم نیاز داشته باشه تأثیرش در یادگیری اونقدر زیاده که به نتیجهش کاملا میارزه. اگه دوست دارید در این مورد اطلاعات بیشتری کسب کنید پیشنهاد میکنم کتاب Writing to Learn رو هم مطالعه کنید. البته به نظر میرسه این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده اما نسخه چاپی و الکترونیکی انگلیسیش در فروشگاه‌های آنلاین ایران در دسترسه. فراموش نکنید نوشتن نوعی فکر کردن روی کاغذه و دروازه جدیدی به دنیای یادگیری به حساب میاد. اگه تا به حال امتحانش نکردین پیشنهاد میکنم تجربهش کنید و شاید مثل من طوری بهش وابسته بشید که تبدیل به یکی از مهمترین ابزارهای آموزشیتون بشه. موفق باشید.